خدا جان، اهل دین و محبت 6 سال شد که زندگی دارم، لیکن صاحب فرزند نشدم. من محبت رو همچون دخترم دوست می‌دارم، لیکن چی علاج که صاحب فرزند نشدم. به کجاهایی که نبردم تمام طبابت‌ها رو کردم، افسوس نشد. از روی گفته دکترها اگر اهل دین دیگر زن گیرد و محبت دیگر شوهر کند، شاید که صاحب فرزند شوند. من هم میخواستم که فرزندانم خوشبخت شوند، لیکن چی علاج؟ محبت دخترم، تو برای من کلینی، تو برای من دختری. آخر خودت میدونی که اهل دین فرزند یک و یگانه من است. من میخواهم که از اون نشانه مونم، میخواهم که نبیره دار شوم، نبیره هایم در گیردم باشم. من میدونم که اهل دین تو را به حد دوست میدارم، لیکن التجا میکنم از تو، میخواهم که به خوبی از اهل دین جدا شم. التجا میکنم. من نفهمیدم محبت چیگه باشد؟ تینجی است؟ اهل دین دیگر زندگی من و تو معنا ندارد، مثل یک درخت بی‌حاصل است. محبت تو چی ها میگویی؟ برای من مهم نیست از ما فرزند می شود یا اینکه نه. مهم آن است که من تو را دوست می‌دارم و به تو نمیتوانم. اما برای من فرزند مهم است. از همه جالبترین و هیت صورتها در پورتال zifostudio.com. گشتم مجنون تو ایا لیلایم، از من رفتی و جان من تنهایم، به تو در بندی درد و غمهایم. سوزی عشق تو گفتم خدایا، من از یارم جدا شدم جدایا. می سوزد قلبی من از غمهایش، مرا از غم رها کن ای خدایا. می کشد مرا دردی تنهایی، خدا جان به دردم بکن دوایا. گشتم لیلای تو ایا مجنونم، به تو دل پاره پاره و دل خونم، به تو در بندی غم و معزولم. مرا هر لحظه خمارت گیرد، دلم از سوز عشق سوختن گیرد. هر گه میرسی تو در یادم، آب از دو دیده چکیدن گیرد. کجایی لیلا من تنهایم، مجنون از درد عشقت میمیرد. گشتم مجنون تو ایا لیلایم، از من رفتی و جانم من تنهایم، به تو در بندی درد و غمهایم. اهل دین پسرم، به کجایی که نگاه نکنم جایی کلینم خالی است. خیز پسرم، دیگر نمیتوانم، کلینی مرا گرفته بیار. گشتم
مجنونی تو ایا لیلا با کانالی ما زیفو استودیو ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. به تو در بندی درد و غم هایم